تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی، حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ تومیر خواجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتار 20. راه‌ها جدا می‌شوند. در کوچه و بازار، خانه‌های پست و بلند، قلعه و کوشک‌های آباد و نیم آباد شهر پرغوغای کابل زندگی جوش می‌زد. حتی گرد و نواح دیوار دراز و بلند تپه‌های شیر دروازه که قلعه قدیمه داشت و روز دراز پای نظامیان مسلح از درگاهش کنده نبود، از سوداگران و خریداران و هر گونه بازیگرانی که با نغمه و اصول از تماشابینان و سیرشمار پول جمع می آوردند، گویا چون رود کوهی در این فصل گرما به خود می دمید. بلندی های ساحل وزیرآباد و بیبی مهرو نیز همین حال را داشتند. از میانه های بهار تا آغاز سردی های تیرما، پشتکوهای اطراف کابل از چادر و خیمه های گوناگون شکل و گوناگون رنگی اهالی خود شهر و مردمی از هر کجا آمده پر می شد. شخصی که بار نخست در چنین موسم به کابل آمده باشد البته گمان می کند که به شهر لشکری هجوم کرده و در محاصره اش گرفته است. مقبره های تیمورشاه و بابور از صبح تا شام زیارت کننده بسیار داشت، اما فرق در آن بود که برعکس بازار و ادیرها در این موضع ها از دهان کسی آوای برنمی خواست. حتی دعا و فاتحه زائران به نیم آواز صورت می گرفت. این خاموشی را ندای دست جمعانه حق دوست که گاه ناگاه از حنجره دسته قلندران به هوا برخاسته مراسم زیارت را شکوه و شهامت می افزود خللدار می کرد و بست. برای خیر محمد و دارابشاه شهر کابل عالمی می نمود که شگفت و شگرفش نه حد داشت نه حدود. بخصوص سیر حرکتی و پرتکاپویی کابلیان آنها را به وجد می آورد. روزهای اول گمان می کردند که شاید غلبه افتاده باشد و مردم را سراسیمه و بی‌ضابطه کرده باشد، اما با مرور وقت دانستند که زود اندیشیدن و تیز عمل کردن صفت فطری اهالی شهر بوده است. در شهر وقت آدم را می فشرده است. در روشان آنها اگر چنین تند راه روی و کار کنی، مردم گمان می کنند که مینعت جنبیده است. آسه مسری را حتی علامت نزدیک رسیدن اجل می شمارند. در آنجا برعکس آدمان وقت را فشرده چون گلیم زیر پا کردند. خواهند در بالایش خواب می روند، خواهند راه می گردند، خواهند به تگ دیوار لوله کرده می پرتایند. در کابل آدمان وقتی ندارند که حال یکدیگر را پرسند و زنگار از دلها بشویند. در روشان یک ربع ساعت حال و احوال می پرسند، به غم هم گوش می اندازند، به شادی هم شادی می کنند. در آنجا وقت آنقدر قدر ندارد که انسان، در اینجا انسان آنقدر قدر ندارد که وقت. زندگی مردم عادی کابل آنقدر بد نبود. همین دوادوی غیرتمندانه‌شان از پی رزق روزی و آسودگی که بعد از تارمار شدن لشکر انگلیس ها و قطع شدن درگیری ها در پایتخت حکمران امکان میداد که مردم بدون ترس و وهم تجارت کنند،
خانه سازند، به کسب و کار مشغول باشند. اما آنانی که به مثل مرجان و بلخیار به صفت کنیز و غلام به این شهر افتاده بودند، روز سیاهی داشتند. به قول مرجان، آدمان این شهر آنها را آدم و حیوانات این شهر آنها را حیوان حساب نمی کردند. از آن روزی که وی و بلخیار به دست سلطان شاه دروازی اسیر افتادند، برایشان دنیای روشن به دوزخ تاریک تبدیل یافت. سلطان شاه همراه یک مرد بخارایی فرمانده لشکر درواز بوده است، آنها را از روشان راست به قندوز آورد. اسیران 8 نفر بودند، 4 پسر و 4 دختر. 3 پسر را در قندوز به غلامی فروخت. بلخیار را هم به سودا ماند، اما گریه و زاری مرجان به دلش رحم انداخت و او را با دختران به کابل برد. سبب پسران را در قندوز و دختران را در کابل فروختن آن بوده است که در قندوز غلام قیمت گران داشته است، در کابل کنیز. در بازار کلان شهر هر 4 را در سودای کی زیاد به ثروتمندان کابلی فروخت و تأکید هم کرد که اینها خود را مسلمان میگویند، اما شما باور نکنید. آن وقت مرجان به گپش سرفهم نرفته بود، اما بعدها دانست که شریعت خرید و فروش مسلمان را به مسلمان روا نمیدیده است. مرجان را میرزا عبدالله نام ثروتمند خریده بوده است. این مرد به فایده کارخانه انگلیسی استحصال اسلحه به سودای هر گونه عراق مشغول بوده، در دایره اهل دربار آبروی و نفوذ کلان داشته است. 2 سال پیش شیرعلی خان انگلیس ها را از کابل زده بدر کرد و میرزا عبدالله نیز همراهشان به جانب هندوستان گریخته رفت. اهل عائله‌اش را با خود گرفت، ولی غلامان و کنیزانش را به پاسبانی خانه هایش گماشت. شیرعلی خان بعد آنکه کابل را فتح نمود، خانه های میرزا عبدالله را بدون پرسش و قضاوت به اختیار فرماندهان خدمت نشان داده لشکرش گذاشت. صاحب نوی خانه یک مرد پشتو تبار برزنگی بشره با نام خاطرآزار گندل حسن و جمال مرجان نازنین را دیده شیفته گشت و او را به خودش کنیز کرد. همین طور روز در کار و شب در بغل آن مردار. قریب 2 سال گذشت که شاه او را به کجای به جنگ فرستاد و هفته پیش خبر خوشی هلاک شدنش به گوش مرجان رسید. مرجان در فکر فرار از آن خانه غلامبارگان افتاد. در خانه بغیر از او باز 2 سرباز میزیستند که نگهبانی آن را به عهده داشتند. بعد از شنیدن خبر هلاکت گندل، آنها به مرجان با چشم خریداری نگاه کردن گرفتند. از این حال آتش رغبت گریختن در دل زن علنگی بیشتر زد. او قرار داد که شب وقتی که سربازان خواب می روند، هرچی باد و باد به هر طرفی که باشد می گریزد. از شهر که برآمد سمت روشان را از یگان کس می پرسد و جانب وطن عزیز خود راه پیش می گیرد. به همین مقصد لباس و توشه اش را در بخچه سبک گره بست و منتظر خواب رفتن سربازان شد. بنا خواست دروازه را سخت کوفتند. سربازان هر دو سوی در تاخته کیست گویان صدا بلند کردند. ما از قصر شاه به کار مهم آمدیم. سربازان کمانها را آماده پراندن کرده دروازه را گشودند. یک مرد روحانی نما همراه 2 جوان مرد بزرگ در آمده دوستانه سلام دادند. مرد ملانما گفت: من شیخ الاسلام صاحب نظر قلندر هستم. با سفارش صدر اعظم شغنیان مقیم کابل را در دربار گرد می آوریم. در این خانه کنیز به نام مرجان هست؟ سربازان: بله صاحب داریم گفتند. دل مرجان گوش بر قمار به بازی در آمد و حس کرد که التجایش به درگاه خدای تعالی مستجاب گردیده و ساعت آزادیش فرا رسیده است. شیخ خواهش کرد که زن را در زمان برفتن آماده سازند.
پس از ساعت مرجان را به خانه کلانی که صاحب آن خود صاحب نظر قلندر بوده است آوردند. در اینجا 10 مرد شغنی دیگر را هم جمع آورده بودند که در بینشان برخیار خویش مرجان نیز بود. بعد از سلام و حال پرسی همدیاران مرجان را به حمام برده لباس نو پوشاندند و روز دیگر به دیدار برادرش دارابشاه رساندند. بعد از مراسم واخوری شغنی ها در حولی صاحب نظر قلندر به اجازه صاحب خانه دارابشاه و خیر محمد مرجان و بلخیار را هم به جای زیست خود آوردند. بلخیار در حجره وسیع آنها، مرجان در حجره همشفت جای گرفتند. مرجان هیچ باور نمی کرد که تقدیر بار همین گونه مهربانی را در حق او روا می دیده باشد. روزی که از بغل مادر عزیز جدایش کردند همگی 12 سال داشت. هنوز بوی شیر مادر از دهانش نرفته به مثل کدام یک بزغاله در بازار کابل فروختندش. هنوز به گوشت و استخوانش شیره بلاغت ندویده میرزا عبدالله به مانند خوک فربه بدبوی حتی سیله و نوازش را برایش حیف دانسته او را زیر پایش خواباند. صورت خوب و قامت موزون مادر آوردش بلای جانش گشتند. در مدت 2 سال میرزا عبدالله به دختر بیچاره چه تحقیرهای روا دید. حتی در حضور مردانی به مثل خودش ثروتمند بنگی به رقص و اصول مجبورش میکرد و اجازه میداد که آنها به تنش دست رسانند. این دیوس حرام خشتک حتی فکر نمیکرد که پس از پراکنده شدن مهمانان باز مرجان را به شبستان خودش درآورده به آغوش میگیرد. سینه تنگ دختر مالامال نفرت سوزان به میرزا عبدالله و ملک فسق پرور او گردید، اما بغیر از سیلاب اشک ریختن از 2 دیده پرخون دیگر علاج نداشت. چند بار به مجلس او رفتن نخواست، ولی آن ظالم به این بهانه چنان به شته و شلاقش پیچاند که دیگر به یک اشاره در نزدش حاضر می شد و دلش خون گیرید هم چهره‌اش را خندان می گرفت. در سال 2 بود و باش بعد آنکه پارسی را یاد گرفت، در هوای بیت و سرودهایی که در مجلس‌های عیش و عشرت خواجه‌اش پیوسته می‌شنید، همین سطرها از بند جگرش جوش زده برآمدند. ای باد بیا، باد بیا باران کن، سیلاب بیا و کابل ویران کن، مرداش بکش اگر نه نیمی جان کن، زنها شکنیز مردمی روشان کن. اگر میرزا عبدالله با بیرحمیش مرجان را اذیت میداد، گندل دیو صورت با عشقبازی غیر عادیش دل او را از عالم و آدم سرد گردانیده بود. این نظامی عالی رتبه هفته 4 شب را در خانه سحر میکرد. عادتش چنین بود که گوشت قریب 1 گوسفند را در یک نشست میخورد و مرجان را به خانه درون درآورده به بستر میکشید. لخت میشد و به دست مرجان سوزن داده مجبور میکرد که بدنش را خالکوب نماید. دختر به تنش سوزن میخلاند و گندل از ذوق مانند بقعه بسمل شده فخ فخ صدا برآورده لذت میبرد. مرجان رها گردیدن از اسارت چندین ساله را از ترحم الله تعالی بر حال زارش میدانست و از خدای بزرگ منتدار بود، ولی خیر محمد و دارابشاه از مهربانی بی‌حدود شیخ در حق خویش وقتهای آخر احساس شبهه و نگرانی میکردند. تجربه زندگی برایشان میگفت که صاحب نظر قلندر این همه را تنها برای آنکه 2-3 ماه نان شغنی ها را خورده است سازمان نداده است. البته اهل تقوا و مذهب با خیر و احسان و لطف و سخا از اهل تجارت و سیاست خیلی فرق دارند، اما نه به این حدود و نه به این اندازه. بخصوص آزاد کردن مرجان و بلخیار و در حضور نب جمع آوردن مردان شغنی اقدام شگفت‌آوری بود از جانب شیخ.
دو همدیارشان شهبازبک و شاهزاده ایران از تعقیب محبت خان جان خود را رهاندند. آقسخال دهکده آنها را محبت خان می کشد و این دو نفر که همراهش بودند گریخته به کابل می آیند. شغلی های باقی مانده همگی بازارگان بودند. پدرم مرا این قدر نازیانه کرده بود که این قلندر گفت روز دارابشاه به خیر محمد نمیدانم برایش چی کاری کنم که وجدانم آرام گیرد. 10-15 روز دیگر معلوم می شود که شیخ و دوستانش از ما چه می خواهند. جواب داد خیر محمد. چی می خواسته باشند اندوال؟ واضح نمیدانم، ولی در عالم همه چیز حساب و کتاب دارد. در عوض آن که خواهرم را به من رساند، یک عمر غلام درگاه این بزرگوار باشم باز هم کم است. می ارزد، البته می ارزد. خیر محمد دل رفیقش را قوت بخشید، اما فکرش به این بم بود که این بار با شیخ باید صحبتی روبروی آشکار داشته باشد. اما صاحب نظری قلندر این مراتبه هم پیش دستی کرد. هفته پس صبح بر وقت به نزدشان آمد و خیر محمد و دارابشاه را به گردش در باغ پشت خانه فرا خواند. پدر جنت مکانی هم یک هفته پیش از وفاتش در زیر همین درختان به من وصیت کرد که در این حولی را دائما برای دوستان جانیم باز نگاه دارم. از آنهایی که در اینجا محمل می اندازند پشیز نستانم. میدانم شاید دل شما در این مدت مدید دور رفته باشد که من از شما چه می خواهم. آیا همین طور نیست؟ خیر محمد که بار دیگر به ذکاوت شیخ تن می داد چنین گفت: خداوند روان پدرت را شاد و در و درگاهت را آباد دارد. شیخ بزرگ، ماه 4 است که چون حاتم طی ما را می خورانی و می پوشانی، خواهرمان را از کنیزی، برادرمان را از غلامی آزاد کردی. در عوض این همه نیکی هایت ما را نمی گذاری که برایت پیاله آب بدهیم که دلمان تر شود. راست گپ می خواهیم که اکنون رخصتمان بکنیم که هر یکمان کار و منزلی پیدا کنیم و دیگر درد سرت ندهیم. شیخ قدم باز داشت و دستان به گردن هر دو گذاشت و بر روی آنها نگاه های گرمی کرد و گفت: با این وضعی که در کابل داریم برعکس، شاید من و نیب مدتی از شهر برویم و شما بمانید. دست و پای دارابشاه و خیر محمد از این خبر ناگهانی ناخوش سست شد. آنها با حیرت سوالآمیز بر روی شیخ نگریستند. شما بچه های ساده کوهستانی البته از کجا می دانید که در عالم چه گپ و خبر می گذرد؟ سخنش را دوام داد صاحب نظر قلندر. کوتاه گپ این است که انگلستان گفتنی مملکت پرزور می خواهد که افغانستان را سرابانی کرده از فقر و عقب ماندگی نجات دهد. ولی شاه فعلی افغانستان چنین نیت انگلستان را دستگیری نکرده، به مقابل آن جنگ اعلام کرده است. نماینده دولتخانه انگلستان سر الیاس دوست من و شما به کابل آمده خواست که با شاه شیر علی خان گفتگو کند، لیکن وی قبولش نکرد. زیاده از این تهدید کرده است که از افغانستان برآید، در عکس حال سرش را از تن جدا می سازد. شیخ از سخن باز استاد و به شنوندگانش نگریست. آنها مات و مبهوت شده بودند. جناب شیخ، با این گپت ما را خوب ترساندی، گفت دارابشاه. لیکن آخر وی افغانستان گفتی نامشه؟ شیخ سرجنبانده تصدیق کرد. دارابشاه دوام داد: افغانستان با کابل چی دخل دارد؟ شیخ خندید و توضیح داد: خوش به حالت دارابشاه، تو نمیدانی که این کشور افغانستان است و کابل پایتخت آن؟ این ملک مگر خراسان نیست؟ به گپ همراه شد خیر محمد: افغان رو شنیدم، قومی اند که در هندوستان زندگی میکنند، لیکن افغانستان رو بار اول میشنوم. شیخ در تعجب افتاد: چی مردم خوشبختی می باشید شما شغنی ها، در افغانستان زندگی میکنید و نمیدانید که افغانستان در کجاست؟ ما در چه خیالیم و فلک در چه خیال؟ صاحب نظر قلندر قاه قاه زنان خنده جگری سر داد. خیلی خندید و بعد از آن که آرام گرفت خیر محمد اظهار تعجب کرد: چه خنده عجیبی کردید صاحب؟ بعضن آدم باید به حال خودش سخت بخندد. مرموز پاسخ داد شیخ:
خوشبختر از شما کسی در یگان بلاد ندیدم. ها عطار شکر گفتار چه خوب فرموده که کسی دارد به عالم دار و باره که در عالم ندارد هیچ کاره. فراغت جوی تا باشی دم خوش که تا آسان گذاری عالم خوش. چو می بینی که از این تاسی نگونسار بلا می بارد از صدگونه هموار. اگر در عافیت ای مور در تاس به شب آری تو قدری روز بشناس. قسم به 99 اسم مبارک الله تعالی که از شما خوشبختر مردمی در روی زمین نیست. خیر محمد حس کرد که شیخ دردی در دل دارد و گفته نمیتواند. داراب شاه چیزی نفهمید، اما چون خنده صمیمانه شیخ را بار نخست میدید خوشحالانه گفت عجب مطل خوب گذراندی شیخ بزرگ، لیکن من دامنت را سر نمیدهم. کجای روی من هم با تو میروم. قیافه شیخ جدی گشت. وی گردش را دوام داد. آنها نیز از پسش حرکت کردند. من اختیار را به خودتان میگذارم. صاحب نظر قلندر گویا خود به خود گپ میزده باشد به آنها نگاه نکرده راهروان موقعش را شرح داد. وضعیت چنین است که فرمانروایان خراسان یعنی افغانستان به هم جور نیستند. قندوز و بدخشان در تلاش غصب یکدیگرند. اول قندوز بر بدخشان تسلط داشت، حالا جهاندار شاه قندوز و ولایت‌های شمالی را به بدخشان تابع کرده است. در سرحدات هندوستان انگلیس‌ها استحکام پایدار دارند و می‌خواهند که در آنجا ایستاده با کابل جنگ کنند و قدرت از دست دادهشان را برقرار سازند. شیرعلی خان انگلیس‌ها را از کابل، هرات و بسیار ولایت‌های مرکزی مملکت بیرون کرده آنها را بیرحمانه می‌کشد. از هرات آن سوی فارس می‌خواهد که زمین‌های از دست داده‌اش را بازگرداند. خلاص کلام خلق در بین چهار آتش مانده سر و حسابش را گم کرده است. برای آنکه سر پا استوار ایستاده باشند انگلیس ها می‌خواهند که به تابع بدخشان، شغنان و خان و پامیرات دستیاب گردند. شیرعلی خان هم می‌خواهد که بدخشان به وی اطاعت کند. از آن طرف آمو روس‌ها بخارا و قوقند را ضبط کرده به پامیر و بدخشان چشم طمع دوختند. مدت قبل بین انگلیس ها و روس ها تقسیم سرحد صورت گرفت، اما فکر افغانستان را که صاحب اصلی این سرزمین هاست کسی نپرسید. ما به شیرعلی خان میگوییم که با انگلیس ها متحد گشته روس ها را از سرحدات خودمان بیرون رانیم. این مردک حاشا و کلا قبول نمی کند. میگوید که به ما نه انگلیس ها لازمند نه روس ها. افغانستان باید مختار و آزاد باشد. چند بار به واسطه صدر اعظم کاری کرده میستر نیپ را به حضور شاه درآوردیم. گپشان نپخت. در واخری آخرین امر داده است که نیپ را از کابل به درغه سازند. بس از راه و واسطه او را به کابل درآورده خواستیم دل شیرعلی خان را ملایم نماییم، نشد. اگر 2 روز پس از شهر خارج نشود به زندانش میپرتایند. شیخ در نزد درخت شینار ایستاد و گویا خسته شده باشد دست یازاند و به تنش تکیه زد. همصحبتان از چنین موضوع غیر عادی لال و گرنگ شده بر رویش می نگریستند. شیخی که همه وقت از دین و آیین و شعر و ادب سخن می گفت این بار در خصوص دولت و حکومت حرف زده آنها را بالکل در حیرت گذاشت. عجبا روزها شغلان را گرفته بودند و ما بیخبر. اظهار حمامت برای چی در روشان این خبر را نشنیدیم؟ دولتداران شهران سرگرم خروش جنگ بین خود کی وقت دارند که به عالم اطراف نظری اندازند؟ شرح داد صاحب نظر قلندر. عیناً به مثل شاهان ما بین خود به سازش نآمدند و مملکت را مفت به دست انگلستان دادند. اکنون می‌خواهند که با این زبردست عالم نیز پنجه بزنند و خلق را نابود و ملک خراب را خرابتر سازند. برای آنکه احوال مردم مسلمان از این بدتر نگردد راه یگانه این است که به قدرت نظامی انگلیس ها تکیه کرده راه روس ها و بخارایی های به آنها فروخته شده را به دولت پهناورمان ببندیم. از پامیر تا درواز به یک دولت مسلمان آباد افغانستان متحد شوند. برای رسیدن به این مقصد عالی ما به یاری شما
برادران شغنی نیاز داریم. شیخ برای دانستن واکنش خیر محمد و دارابشاه لب از گفتار فرو بست. آنها سر به جیب خیال درآورده هر یکی ماهیت گپ صاحب نظر را در ترازوی خرد برکشیدند. نهایت گمان خیر محمد راست برآمد. تیمارداری شیخ بی‌طمع نبوده است و می‌خواهد که آنها در راه تابع نمودن شغنان به افغانستان به انگریزی ها مدد رسانند. اول دارابشاه عقیده‌اش را بیان کرد. اگر این انگریزها مانند نب باشند چه مردم خوب. امین تو به آن ظلم خانها را از سر مردم شغنان و روشون دفع کنند، فقیران را ماند که حاسوده نفس کشند. فرق چی که یگان شغنی شاه است یا یگان انگریزی؟ وای به خیر محمد رو آورد. یا گپم ندرست؟ خیر محمد پوزخند شگفت‌آلود بر لب با چشمان پراندیشه نیمپوش خیلی چرت زد و نهایت چنین پاسخ داد: این همه گرد و گردش درست، اما دارابشاه روح و نفس ما صاحب دیگر دارد. ما باید اول دانیم که هدایت صاحب زمان چیست، بعد عمل کنیم. دارابشاه چشم به دهان صاحب نظر دوخت. شیخ ذره تعجب ظاهر نکرد و گفت: تا جایی که من واقف هستم امام شما در این قضیه جانبدار انگلیس هاست. در هر صورت تا حال بر ضد آنها رسما در جای سخن نگفته است. تو از کجا میدانی که امام چه عقیده دارد؟ جواب آسان و بی‌پروایانه شیخ به خیر محمد نفارید. دوستان، پیش از آن که همقوم های شما را در حضور نب گرد آوریم، این مسئله برای مردم شما مهم را هم آموختیم. افغان ها نه انگلیس ها در این باره معلومات مفصل دارند. تو گفتنی که همین نب انگلیسی در باره مولا چیزی میداند؟ از حیرت و هیجان صدای خیر محمد دو پوسته برآمد. البته همدوار، این انگلیس ها نه افغانند، نه ترک، نه تاجیک که ناسنجیده به یگان کار دست زنند. درباره دین و آیین و حال و احوال ما چیزهای میدانند که پادشاهانمان از 10 یکی اش را نمیدانند. دارابشاه به خیر محمد التجا آمیز چشم دوخت. مضمون: تو هم راضی شو. خیر محمد چنان که در لحظه های مشکل برایش عادت شده بود زیر لب دعای را خوانده، سپس آرام و قطعی موقعش را چنین معین کرد: شیخ محترم، اما من تا فرمان صاحب الزمان را به چشم خودم نبینم یا از زبان پیر طریقت نشنوم به عمل دست زدن نمیتوانم. معذرت میخواهم. صاحب نظر قلندر را نه تنها افزا تغییر نیافت، بلکه با دل سرشار مهر دست به کتفش نهاد و گفت: اختیار با توست خیر محمد. در آغاز صحبت گفته بودم که اختیار با شماست. من برای 2 هفته از کابل به در می روم. نب را باید به پشاور برم و زنده و سلامت به دولتخانه انگلستان سپارم. صاحب اگر دیر و درنگ کنی دل ما از بیکاری در اینجا می کفد، گفت دارابشاه. باور کن از بغض خوک بدتر شدیم. شیخ خندید و گفت: من بعد شما را بیکار نمی گذارم. 2 فرسنگ بیرون از شهر پلتنی داریم. قرار داده ایم که بدخشی ها، وخی ها و شغنی ها را هفته پس به آنجا برند. پلتنش چیست؟ پرسید دارابشاه. لشکر به زبان پشتون. عجب عجایب کاری می شود. ندا در دارابشاه. به جان و دل می رویم. از تو با عقلتر آدم در دنیا ندیدم. صاحب نظر قلندر قناعتمند صحبت را ختم شده حسابیده گفت: فقط یک خواهش، گپ‌هایی که زدیم در همین جا بمانند. حالا برویم خانه. شیخ با قدم‌های چالاک پیش درآمد. خیر محمد و دارابشاه دنبالش را گرفتند. وقتی به نزد بینان رسیدند، خیر محمد فکری در پایان صحبت به سرش آمده را به شیخ بیان نمود. صاحب یک خواهش عرض کنم؟ بفرما دوستم. علم حرب را زیاد دوست دارم، ولی بسیار میخواهم مرا همراه خود به هندوستان ببری. شیخ نگاهی بی‌غبار مهربانانش را راست به چشمان خیر محمد دوخت و جواب داد: میبینم که رغبت زیارت دربار امام در دلت علنگه میزند. من به چشم قبول دارم، ولی دارابشاه چه میگوید؟ دارابشاه از چنین گردش ناگهانی به اندیشه افتاد و پس از ملاحظه با دل ناخواهم گفت: اگر خواهرم نمی بود همراهت می رفتم، لیکن وی را تنها گذاشته هم نمی توانم. امیدوارم که همراه بدت را می بخشی. خیر محمد سر دوستش را به آغوش گرفت.
هر کس در این دنیای سفید سرنوشت خودش را دارد. انشاءالله خداوند ما را باز به هم می رساند. صاحب نظر قلندر برای ودا به هر دو دست داد و گفت مصلحت گل کرد، فردا به سفر می براییم. سرز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر، هر که چون من در ازل دست جام دوست. شیخ این بیت گفت و به حجره نیک روان محمد و دارابشاه او را با نگاه های پرمهر گسیلاندند. انجام گفتار 20. شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی رو از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ اتامیر خوجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدلای جا محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.